مثلا پیام وقتی که ارائه میگردد اینچنین هم در مطبوعات انعکاس می‌یابد، هم مثلا در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد. گذشته از این ما می‌بینیم که پیام در شکل یک کتابچه الوهیده باز چاپ می‌شود و دسترس مردم تاجیکستان می‌شود و همه اینا مثلا مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا که در پیام تمامی مثلا رقم، تمامی اون دلیل‌ها، تمامی اون دستاوردهای اصلا حکومت جمهوری تاجیکستان، عموما دولت ما از نقطه نظر علمی در اساس واقعیت درست بررسی شده است. محیط‌های اجتماعی مورد تحلیل و مورد شرح و ایضاح قرار بدهیم تا که مردم ما محک یا چی میگن ماهیت اصلی پیام رو درست درک کرده توانند. هدف‌های راهبر دولت رو، هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان رو مردم درست درک کرده توانند. یک نکته همیشه باید ما بین‌الملل دیدیم که مردم عادی، یعنی فهم مردم عادی در قیاس با اهل زیو خیلی فرق میکند. اگر دقت داده باشه در پیام‌های مثلا 5 سال اول، مثلا سال 2001 2006 دقت وقتی که می‌دیدیم همین در محک پیام اصلا همین مسئله کمبیزاتی بود، مسئله کمبیزاتی، مسئله از بین بردن مبارزه مقابل جنایت‌های خرد و بزرگ و میانه و این چیزا بود و مسئله امنیت بود. حالا شما نگاه کنید این موضوع دیگر موضوع کلیدی نیست. دیگر امروز موضوع بسیار مشخص هستند. موضوع هستند که مثلا همین موضوع وقتی که تحلیل میکنید احساس میشه که در نتیجه تطبیق شوی این موضوع دولت ما، جامعه ما میتواند هم قدم زمان باشد. یعنی موضوعی که خصوصیت منطقوی و خصوصیت جهانی دارند، موضوع هستند که با در نظر داشت رشد علم و تکنیک این موضوع مثلا پیش گذاشته میشن. تصور کنید سخن امروز درباره ذهن صنعی میرود، درست؟ امروز درباره الکتریکنونی حکومت سخن میرود، امروز درباره رشد مثلا ساحه انرژتیک، مثلا انرژی چی میگن سبز سخن میرود، درباره بهداشت عضوقه سخن میرود، درباره از میان بردن مثلا بعضی بیماری هایی که سرایت کننده که خصوصیت جهانی دارند، درباره مبارزه با مقابل کیبرنتیک و جنایت های کیبری و دیگر چیزا صحبت میرود که این البته تنها خاص تاجیکستان نیست، این اصلا خاص جهان است و بنابر همین سبب همین خودش البته ثابت میکند که تاجیکستان ما امروز با یک مرحله نوی رشد قدم گذاشته است